در شهر کابل پایتخت افغانستان ماموران پلیس و طبیبان به محل بمبگذاری مرگ طلبانه میشتابند که در یک خیابان پرآدم در نزدیکی وزارت عدلیه به وقوع پیوست. با گفته مقامات افغانستان در نتیجه ترکیش 5 نفر کشته شدند و 25 تن دیگر جراحت برداشتند. طالبان با نشر بیانیه مسئولیت این حمله خونین را بر عهده گرفتند. و دادگاه کابل 11 افسر پلیس را برای جلوگیری نکردن از قتل بیرحمانه فرخنده جوان در ماه مارس به 1 سال زندان محکوم کرد. افسران پلیس در میان 49 نفر بودند که بسیاری از آنها برای شرکت در لطوکوب و آتش زدن جسد فرخنده متهم شوند. ازدحام خشمگین فرخنده را با بهانه آنکه کتاب قرآن را آتش زد لطوکوب کرده کشتند و جسدش را آتش زدند. 4 نفر برای این کار به قتل محکوم شدند. 8 تن دیگر را به 16 سال زندان محکوم کردند. بقیه را بنابر نداشتن دلیل جواب دادند. در نتیجه سوختار در یک بنای چند طبقه در شهر باکو پایتخت آذربایجان دست کم 15 نفر کشته و بیشتر از 60 تن دیگر مجروح شد. سبب آتش گرفتن بنا معلوم نیست. به گفته متخصصان وزارت امور داخلی صفت بد محصولات ساختمانی ممکن است سبب چنین آتش سوزی شده است. در آستانه پایتخت قزاقستان فعالان سیاسی با فرستادن نامه به رئیس جمهور نورسلطان نظربایف از او خواستند به نهادهای دولتی امر بدهد که زبان قزاقی را در کارگزاری استفاده برند. قزاقستان سال 1989 زبان قزاقی را زبان رسمی کشور اعلان کرد، ولی کارگزاری در اکثریت نهادها با زبان روسی است. یکی از فعالان قزاق گفت درخواست او برای شرکت در آزمون را برای با زبان قزاقی بودنش رد کردند. در شهر اسکوپیه پایتخت مکدونیا طرفداران نخست وزیر نیکولا گرویفسکی در نزد بینای پارلمان خیمه زدند. روز پیش از این 10,000 نفر در اسکوپیه با طلب استعفای گرویفسکی تظاهرات کردند و در نزدیکی بینای حکومت خیمه زدند. طرفداران و مخالفان نخست وزیر مکدونیا بعد نشر نوار تظاهرات کردند که گویا در آن وزیران حکومت تقلب در انتخابات و پنهان کردن یک قتل را بررسی می‌کنند.